اینم انشاءالله جروحیه که وقتی که اول بود بزرمادی الحمدلله کمک کردن مردم خیلی باید همون که حبیب الله رحمت رو گذاشته باشه خیلی باید میکنم در چیزش پاک جروحی اول ده هم قریب 83-84 سومونی جمع کشید آمدن دست آمدن دادن همراه اصلاتی هم بخوردید. ایشون بچه بسیار جوان است، بسیار یاش است. خوب برادران عزیز برای همه ای سبب نارسایی مقصد که شرایط ما خواستیم که با بهشون یک بار که دیگر دستگیری کنیم در یک جایگی. برادران عزیز ایو برادرایی که در جراحی اول خیلی کمک کردن، خداوند گذشتگی‌هاشون را رحمت و مغفرت کرده باشه. در برای جراحی دیگه کرد کارگام یورتیگم نفری که برای گرده خدره و مسافی تو در چش مسلمان شروع دیگه من نمیتونم دادری خب مسیحت رو شیده بود است. برادران عزیز برادری خوردیش گفته است که من خودم گردم و میتونم تو اینکه همین برادر ما مقصد که زنده و مقصد که در حیات فرزنددار بود است. صاحبی چند فرزند است بزرگشون؟ صاحبی 3 پسر بود است. برادران عزیز بسیار خوب میشید که در این ماه‌های مبارک مولود پیغمبر صلی الله علیه و سلم که هم تولد پیغمبر و هم وفات پیغمبر در همین ماه‌های مبارک قرار میگیرد. خوب برادران بهترین صدقه همونی هست که گفتیم اول به نیازمند برسد. خوب بابایشون ان شاء الله الرحمن ای خداوند امید داریم که خداوند ذوالجلال فرزند شما را شفای کامل عطا کرده باشه. خوب برادران عزیز خواهش میکنیم دعوت به عمل میاریم که در همین حالت در همین شرایطی وزین بابای ایشون یک بار دیگه دستگیری کنیم و طرفداری کنیم. ان شاء الله الرحمن این خوبی شما را این نیکی های شما را هیچگاه اول خداوند فراموش نمیکند و ان شاء الله بابای ایشون فراموش نمیکنه، همیشه در حق شما دعا میکنه. اما فرزند من 3 پسر شهر دارم. پسر شکرش خلیفتان میرسید. حتی با دستگیرتان نیاز دارم. انشاءالله امید دارم که دستگیری میکنیم.